سلام، خوش اومدید به یه ویدیو دیگه از کانال ترفند موبایل. خب دوستان، توی این ویدیو قراره بهتون یه برنامه رو معرفی کنیم که باش میتونید ویدیو، عکس، هر چی که دلتون خواست و سانسور کنید. خب این بریم سراغ برنامه. اول گوگل پلی خودتون رو باز میکنید. خب اینجا عبارت کاین مستر رو می نویسید. بذارین دوست اینترنت رو باز کنم. خب اولین سایت نه، دومین سایت فارس روید. از این میرید توی سایت. خب دوستان ایناش اینجا برنامه کاین مستر آورده. میایم پایین، نسخه نصبی پرمیوم اینو نصب میکنید 60 مگابایت. خب الان من دوستان نصب دارمش از قبل، نیازی به نصب نیست. بریم داخل برنامه تا بهتون نحوه عملکردشو بگم. خب برنامه کاین مستر رو باز میکنیم، ساب میکنیم بالا بیاد. الان میگه الان یه دونه ویدیو من انتخاب میکنم. اینجا ابعاد ویدیو رو میخوام نشون میده. من میخوام همین. اوکی. خب اینجا من یه دونه ویدیو انتخاب میکنم، مثلا این ویدیو دوستان. مثلا این ویدیو دوستان. الان بریم براتون آموزش سانسور کردن رو بهتون نشون بده. خب دوستان این گزینه رو میزنید. این گزینه دوست اینو میزنید. این گزینه رو که زدید اینجا 5 تا گزینه برام میاره. دومی رو میزنید. اینجا با اولی کاری نداریم، با دومی رو میزنید. اینجا یکی شطرنجی میکنه، یکی سفر رو تار میکنه. این شطرنجی رو میزنیم بهتره سمش. خب میبینین دوستان شطرنجی میکنه قشنگ ویدیو رو واسمون. اینجا میتونید ابعادش رو کوچیک یا بزرگ کنید به دلخواه. میتونید بذارید کجای ویدیوتون باشه. خب دوستان اینم از این آموزش. امیدوارم ازشون خوشتون اومده باشه، از ویدیو خوشتون اومده باشه. اگه از ویدیو خوشتون اومده لطفا ویدیو رو لایک کنید و کانال منو برای حمایت از من کانال منو سابسکرایب کنید و زنگوله بغلش رو تپ کنید تا به محض اینکه ویدیو واسهتون میذارم براتون نوتیفیکیشن بیاد و بیاین ویدیو منو ببینید. خب تا ویدیوهای دیگه شما رو به خدا میسپارم.